سبب اساسی واردات کمی بارهای خوجگی خلق و مول نیاز اول پنهشوی کسلی سیراتی و به مدت زیاد از 3 ماه بسته گردیدن سرحد بین جمهوری خلقی چین و جمهوری تاجیکستان می باشد. احتمالات پنهشوی کسلی سیراتی کرونا ویروس نوی کووید 19 هر دو طرف جمهوری خلقی چین و جمهوری تاجیکستان را وادار نمود که ماه فوریه سال روان موقتا دیدبانگاه گمرکی کلمه را بسته نمایند. مهم مای باشد طرفها به موافقه آمدند که با رعایت معیارهای سانیتاری فعالیت این گذرگاه به راه مانده شود. دیدبانگاه گشوده گردیده از آغاز ماه مای تا جانب به مبلغ 15235 دلار آمریکایی بارهای گوناگون به حدود جمهوری تاجیکستان وارد گردیدند. واردات واسطه‌های نقلیات بارکش ادامه دارد. واردشوی مال و کالا توسط گذرگاه سرحدی کلمه تحت توجه بواسطه حکومت جمهوری تاجیکستان و شخصا اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان قرار داشته صرف نظر از مشکلات وقت‌های آخر که تمام جهان را فرا گرفته است مال و کالا توسط این گذرگاه به حدود جمهوری تاجیکستان به مانع وارد شده ایستاده است. امروزها واردشوی مال و کالا در دایره ترتیبات مقرر نموده حکومت جمهوری تاجیکستان و جمهوری خلقی خیتای براه مانده شده است و در برابر دیگر محصولات بغیر از مواد خوراکواری همچنین تکنیک‌های ساختمانی نیز وارد جمهوری تاجیکستان گردانده می‌شوند. به خاطر پیشگیری از پنهشوی بیماری سیراتی کرونا ویروس نوی کووید 19 در گذرگاه سرحدی تمام چاره‌های ضد اپیدمیکی براه مانده شدند و کارهای بی‌ضررگردانی از جانب متخصصان عملی کرده می‌شوند. بعد کاسته گردیدن شدت پنهشوی کسلی سیراتی کرونا ویروس در حدود جمهوری چین واردات بارهای گوناگون خوجگی خلق و مالهای نیاز اول به راه مانده شد. کار طوری تشکیل گردید که به واسطه کرانهای باربردار قوطی‌های پربار از بالای اتومبیل‌های از جمهوری مردمی چین وارد گردیده به اتومبیل‌های بارکش تاجیکستان کوچانده می‌شوند. با همین اصول در مدت 3 ساعت از 10 تا 20 اتومبیل‌های بارکش به خدمت رسانی گرفته می‌شوند. انتقال قوطی‌ها از یک اتومبیل به بالای اتومبیل دیگر و بی‌ضررگردانی آنها در مدت 3 ساعت انجام داده می شود. فعالیت دیدبانگاه باشد از ساعت 11:50 تا 17 به راه مانده شده است. قاید فعالیت دیدبانگاه گمرکی قلمه همین را قید کردنیم که موافق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان و فرمانهای خدمات گمرک نزد حکومت جمهوری تاجیکستان کار و فعالیت کرده ایستادند کارمندان دیدبانگاه. با همگان معلوم است از ماه فوریه سال جاری که در مملکت جمهوری خلقی خیتای همین بیماری کرونا ویروس با قید گرفته شد سرحد بسته شده بود تا ماه مای سال جاری. از ماه مای سال جاری اینجوری راه گشوده شده کار و فعالیت کرده ایستادند. گمرکچیان در همدستی با کارمندان ساحه تیپ در گذرگاه کلمه گروه بی‌ضررگردانی را از حساب متخصصان پایگاه اپیدمیولوژی تشکیل نموده از نظرگذرانی مالهای وارد گردیده را به راه ماندند. کمیته بی‌خطری آذوقه‌واری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نیز فعالیتش را با مقصد پیشگیری واردشوی کسلی سیراتی از طریق بارهای وارد گردیده پرزور نمود. عرض می‌دارد سرمتخصص کمیته نام برده نور محمد شیخов. ما کارمندان کمیته آذوقه‌واری سرمشق کار خود را از روی نقشه کاری و قرار فرمانهای حکومت جمهوری تاجیکستان و کمیته بی‌خطری آذوقه‌واری نموده او واسطه‌های نقلیات را در اساس حجت‌های تصدیق کننده مال از نظر گذرانده برای بی‌خطری شهروندان جمهوری تاجیکستان سعی کوشش می‌نماییم چون که سلامتی هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان این بایگری ما کارمندان دیدبانگاه‌ها و کارمندان کمیته‌های بی‌خطری و دیگر مقامات‌هایی که در سرحد دولتی هستند میباشد. گذرگاه کلمه با اصول نو فعالیتش را در دایره معیارهای حقوقی با نظرداشت حالت سانیتاری خوب به راه مانده واردات مالهای ضروری را تامین نموده ایستاده است. از روی گفت یک نفر از رانندگان شریف نوروز از نظرگذرانی بارهای وارد گردیده بارکنی آنها با قوطی‌ها به اتومبیل‌های بارکش تاجیکستانیان به تأخیر ادامه می‌یابد. یگان مشکلی نیست. کارکنان تماشا با معامله کارکنان سرحد یگان مشکلی نداریم. همگی اگر چقدر گذرد 5 دقیقه ما در آمده
борҳои худро фуроварда бори дигарро гирифта боз ба роҳ мебарем. ҳозираш ягон мушкилот нест. аз диди муовини сардори гумруки минтақаи мурғобе раёсати хадамоти гумруки ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон толиббек чоршанбеев онҳо ба усули нави хизматрасонии гумрукӣ одат карданд ва кӯшиш менамоянд ки фаъолияташонро боз ҳам беҳтар намоянд то молҳои зарурии хоҷагии халқ бемайлон вориди ҷумҳурии тоҷикистон гарданд. барои фаъолияти пурсамари дидбонгоҳи гумрукии кулма аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳамаи шароитҳои корӣ ва маишӣ муҳайё ҳастанд. 10 нафар хизматчиёни хадамоти гумрук дар себаст фаъолияташонро дар дидбонгоҳи гумрукии кулма идома дода воридоти борҳои хоҷагии халқро зери назорат доранд.